السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا سوره عصر هست، سوره مبارکه عصر که در اینجا تمام خصلت هایی که پیام الله پاک بیان کردگی هست و چیزهای ضروری که در حیات انسان مسلمان هست اینجا ذکر شده است. و که حضرت امام شافعی رحمه الله میگه هر نفری که در این سوره اگر تدبر کند، فکر کند، همین کفایتش هست. و دیگری که هست صحابه کرام وقتی با دیگرشون ملاقات میکردن پیش از اون که سوره عصر نمیخوندن از دیگرشون چیزا نمیشیدن، یعنی که سوره عصر میخوندن بعد در آخر میگفتن که السلام علیکم و رحمت الله. و مراد این است که این سوره عصر تمام نصیحت های مثلا که بنده مؤمن در این یافته میشد که دیگر باید نصیحت کند به همه چیز و دیگر تذکیره بدهد. این سوره عصر سوره بسیار کوتاه هست اما معناش بسیار کلان هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میگه الله پاک والعصر، قسم به زمانه. عصر همین زمان میگن، یک عصر گذشته است میگن که زمان عصر میگن. و هم خود در حدیث میگه که شما زمان عقارت نکنید، دشنام ندهید. این بسیار زمانی کثافت بده است، این روزی بد بده است، این خیلی گپا رو نگید. میگه برای مسلمان همه روزها خیر است الحمدلله، و خاصتا روزی چهارشنبه. و عصر قسم به زمانه، واو قسمی هست، یعنی که قسم به زمانه. یا اینکه عصر گفته بعد پیشین بگیم تا شیشتن افتار میشد کو عصر وقتی و عصر، یا که به همین قسم خورده است. به خاطری که هست الله پاک به عصر قسم میخورد که زمانه بسیار چیزی فرصتی مهم است برای انسان که در همین دنیا اگر از دست داد دیگر بر نمیگرده به اون. و دیگر که از خاصتا به زمان عصر قسم خورده است چون که از نماز میانه هست، در آیت قرآن دیر بازی کشیده است. چون که از بسیار وقتی مشغولیتی است میگن مفسرها، کدام نفر میتونن کاری خیر کنن، کدام نفر میتونن که شر کنن، چون که از وقتی مشغولیتی انسان ها است. خلاصه گپ هم زمانه هم وقتی نمازی عصر دلالت میکند. و درباره این گپ ها زیاد هست که عصر چقدر اگر قضا کردنش بسیار سخت است که یک نفر اهل عائلش خانواده‌اش در پیش چشم اگر غرق شوند، هلاک شوند، اون سبکتر است وزوینیش از اینکه نماز عصر قضا کند. نماز عصر یعنی که گناهش وزوینتر و سخت‌ترین مهمتی عذاب مشقتی سخت روز قیامت بالاش میاد. خلاصه اگر والعصر قسم به زمانه، یعنی که وقت عصر. ان الانسان، این به معنی بیشک، انسان میگن جنس انسان، بیشک تمام انسان ها کدام نفری نباشد، لفی خسر، البته فی در میشه، خسر در ضرر هست. یعنی که تجارتی که در دنیا میکند با مثلا که در همین حیاتش که وقتی انسان پیامبر خدا صلی الله علیه و از خواب که میخیزد نفسش قطعا تجارت میکند، یا اینکه او را نجات میده از دوزخ، یا اینکه او را چی میکند، هلاک میکند. بیشک انسان در خسر، در ضرر است. در تحت اون میگه که انسان هر کار را که مثلا که میکند و هر کاری که در دنیا مثلا که اختراع میکند، از جمله زواد و تلویزیون و تلفن و هر چیزی که نباشد، این حتما سمالیات و هر چیزی که نباشد حتما اونها ضررهای زیاد دارن، فایده دارن اما ضررهاشون زیاد هست. به همین خاطر بیشک انسان لفی خسر، البته در زیان است، همه کارها اون در زیان است وقتی که میکند. و تواصوا بالحق الا الذين، مگر انسان هایش که آمنو، ایمان آوردن، و عمل الصالحات، و عمل صالح کردن، یعنی که این انسان ها در ضرر نیستن. نگاه کنید که این الانسان لفی خسر، بیشک انسان در ضرر هست، الا الذين، مگر انسان هایی که آمنو، ایمان آوردن، و عمل الصالحات، و عمل صالح کردن، اینها در ضرر نیستن. یعنی که اینها چی هستن؟ بسیار کامیاب هستن. و دیگری که هست ایمان آوردن، عمل صالح کردن، این چیزی اصل هست در مثلا که ایمان انسان. دیگر چیزی اصل در ذکر میکنه که ما وقت اهمیت نمیتیم، این امر معروف است که و تواصوا بالحق، وصیت میکند بعضشون را، و تواصوا گفته وصیت میکنن بعضشون را، بالحق گفته به حق، یعنی که ایمان آوردن و کار حق و کار خیر. حق میشه برای بیام. و تواصوا بالصبر، و وصیت میکنن دیگرشون، یعنی که نصیحت میکنن بالصبر گفته، یعنی که صبر کن در طاعت الله. میگن مثلا با تقوا باش، گناه را واقع نشد، از گناهات تخته باز بدرفته، تواصل میکنن با صبر، یعنی که از گناه خودش واقعیدن انسان. این میگه که از جمله صابرین هست روز قیامت در صف بگیم صابرین در جنت میخیزد ان شاء الله.
یکی از گناه قبل انسان خودش صبر هست و دیگر که از در طاعت ماندن بردام بودن ایشم در صبر هست. اینه که و تواصل بالصبر وصیت میکنه دیگرشون چی؟ بس صبر. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله.